به گناه اذیت کردم، ما مریض گناه شدیم. یا الله این مریضی را از ما پاک کن. یا الله مصیبت و رنجی که از ما صبر بدیم ما میکشیم، ولی با گناه ما غرق گناه هستیم. خدای از آخرت میترسیم، از عذاب قبر میترسیم، از سؤال نکیر و منکر میترسیم. یا الله یا الله از این میترسیم که روز قیامت چگونه به تو نگاه کنیم. یا الله یا الله چگونه به نبی خود نگاه کنیم. یا الله ترس ما از این است که روز قیامت پیامبر بگوید ای امت بی‌وفا، ای امت بی‌وفا، ای امت بی‌وفا، شما بار بار شنیدید که پاشنه های پای من خون جاری شد، دندان من شکسته شد، یاران من را شهید کردن. آخر شما چی کار کردید؟ بعد از من با دین من چی کردید؟ با سنت من چی کردید؟